اینمی علمی که ما و شما میخوانیم، از ابتدا شروع میکنیم، علمی که ما و شما میخوانیم اینا میگه علم الحدیث. اینا چی میگه؟ علم الحدیث. علم حدیث مولانا سے به دو بخش دارد. یکیش میگه روایت الحدیث، دیگهش میگه درایت الحدیث. روایت الحدیث، درایت الحدیث. درایت الحدیث امو علمی هستند که شما در اصول حدیث میخواندید. پارسال که براتون اصول حدیث خواندم. او را اصول حدیث میگه، قواعد الحدیث میگه، درایت الحدیث میگه، علوم الحدیث میگه، معرفت علوم الحدیث میگه. این همین نامایش است. او را ما نمیخوانیم، ما میم در روایت الحدیث. روایت الحدیث متعلق به ای هستند که حدیث روایت میکنیم و فقه الحدیث شا میخوانیم. فقه الحدیث شا این را روایت الحدیث میگه. روایت الحدیث این طور هم بحث کرده میتونی، این طور هم تعریف کرده میتونی. هو علم یبحث فیه عن اقوال النبی و افعاله و تقریراته و صفاته. عبارت از علمی است که در این بحث کرده می شود عن اقوال النبی، از اقوال و گفتار رسول الله، و افعاله، از کردار رسول الله، و تقریراته، از سکوت پیغمبر علیه السلام، و دیگه کست و صفاته، از صفات رسول الله. صفات رسول الله این همی علم است. یا هو علم یشتمل على ما نقل من اقوال النبی و افعالی و تقریراتی و صفاتی. دلتانو تعریف یاد میگیری یا این تعریف یاد میگیری؟ صحیح. دوم مسئله که استن موضوعش است، از علم روایت الحدیث از چی بحث میکنند، موضوعش چی هستند؟ دو قول در این رابطه هستند. یک قول آسان همی هستند ذات النبی، از ذات پیغمبر بحث میکنند. از ذات پیغمبر بحث میکنه. از این ذات من حیث انه نبی کی پیغمبر است، چی گفتاری، چی کرداری، پیش رویش کدام افعالی، دارای کدام صفاتی. صحیح. خیر نمی ذاتی از این حیثیت نه که مریض جور است، از این حیثیت نه پالوان است یا ضعیف است، از این حیثیت نه، بلکه از این حیثیت که از این پیغمبر الله استن، از طرف الله آمده، کدام گفتار دارد، کدام کردار دارد، پیش رویش کدام کار میشه، کدام صفات دارد. این همی موضوع روایت الحدیث است. موضوع روایت الحدیث چی هستند؟ ذات النبی. چی هستند؟ ذات النبی صلی الله علیه وسلم. دوم موضوعی چی هستند؟ دوم قولی است که نه او را خو نمیفهمیم، میگه ما یتعلق بالنبی. موضوع روایت الحدیث ما یتعلق بالنبی، چیزایی که تعلق با پیغمبر دارد. چیزایی که تعلق با چی داره؟ پیغمبر داره. با پیغمبر چی تعلق داره؟ اقوال، افعال، تقریرات، صفات. این همی چهار چیز که با پیغمبر چی داره؟ تعلق میگیره. خیر از این همی چیزا بحث میکنه، از این همی چیزا چی میکنه؟ بحث میکنه. دیگه که چیزی که داریم ما و شما هدف از این علم است. علم حدیث، روایت الحدیث والی میخوانیم، مسلم میخوانیم، بخاری را میخوانیم، مشکات میخوانیم، کلشان که است روایت الحدیث است. این روایت الحدیث که شما میخوانید هدفش چی هستن، غرضش چی است؟ هر کسی با خود یک هدف داره. بدون هدف که است یک کسی چیزی را شروع نمیکنه، حتی همی مارکر او طرف نمیاندازه تا که در ذهن یک هدف نداشته باشه. بازی را خو ماندن که تحمل کو سختی را، از جای دور آمده تا اینجا، در اینجا که است درس خوانده، یک روزم نی، دو روزم نی، مسلسل. چی هدف است؟ چی فایده داره؟ دو نوع هدف ما شما داریم. یک هدف بعید است، یک هدف قریب است. هدف قریب ما و شما ای هستند که با خواندن یک کتاب، دو کتاب باید برآورده شود. مشکات خلاص کنیم دو طرفش تا آخر، یا بخاری را خلاص کنیم تا آخر، یا که است ترمذی را خلاص کنیم تا آخر. هدف ما برآورده شود. و نمو که است هدف قریب الفقه فی الدین، در دین بفهمیم در این رابطه رسول الله چی کرده، در این رابطه چی گفته، در این رابطه چی کرده، در این رابطه چی گفته. صحیح. اینمی الفقه فی الدین، فقاهت در دین بفهمیم، هم در باب عقیده، هم در باب عمل، هم در باب سیاست، هم در باب اقتصاد. اینمی را که است در دین بفهمیم. گپ میپهمی یا نمیپهمی؟ فهم در چی؟ در دین. فهم در دین. این قریب، هدف قریب است. هدف قریب این انشاءالله که است تا آخر که است باز شما خود وزن کرده میتونه که چقدر در دین فهمیدی. صحیح.
مطالعه بکنید، دقیق بیایید، دقیق بشینید، پرسان بکنید، وقت خود ضایع نکنید، باز میفهمید. دیگه که است الهدف البعید، هدف دور است که پس از خلاص شدن این زندگی یا بعد از اینکه بایی عمل بکنم امیره ادامه بتم باز مرگ بیاد وفات شویم آنمو که است چی شود برآورده شود. این امیره میگه الفوز بالدارین، دنیای ما هم خوب شود، آخرت ما هم خوب شود. دنیای ما هم خوب شود، آخرت ما هم چی شود؟ خوب شود. و این مقصد هر انسانی است که دیوانم باشه همین مقصد دارد. گفته اینجا در مشقت باشه خوب است یا در آرامی؟ میگه در آرامی. در آخرت چطور است؟ گفته در آرامی باشیم خوب است. هیچ کسی نمیگه که مرا لطو کوب کنه اونجا است. و هیچ وقت میشه که حدیث بخونید. چرا؟ صحابه کرام همینطور کرد. رسول الله آمد ایره برش پیش کرد. پایین ترین مردم به اعتبار دنیا در روی دنیا، به اعتبار اقتصاد پایین ترین مردم، به اعتبار فرهنگ پایین ترین مردم، به اعتبار اخلاق پایین ترین مردم. صحیح؟ خیر پایین ترین مردم بودن. خیر وقتی که ایره قبول کردن بالاترین مردم در روی دنیا شدن. صحیح؟ یک صحابی، یک امپراتوری بزرگ که رهبری میکنه. عمر میگه کنت عمیرا، تو عمرک بودی. صحیح؟ فصرت عمرا، بعد از او عمر شدی. فصرت امیرا للمؤمنین، آلی امیر المؤمنین استی. یک امپراتوری بزرگ دو امپراتوری در پیش روش سقوط کرد، هم از رومیا هم از فارسیا. دو حکومت کلان اونمو که است 5000 ساله که با خود میگفتن اونمو پیش روش سقوط کرد. میفهمی گپا؟ و پیش چی بودن؟ میگه با چند خورما که است چی میکردم اونمو چوبار از کو می آوردم به خالی خود. صحیح؟ دیگه چیزی نبودن. اونمو شخص که است چی میکنه؟ رهبری. اونمو بلال رضی الله تعالی عنه استان یک سیاست مدار کلان و بزرگی هستند از اسلام. صحیح؟ و اختیار نان خوردن خود ندارد. نان خوردن خودش در اختیار خودش نیستن. صحیح؟ خویی چی بودن؟ الفوز بالدارین، دنیا هم کامیاب شد. در این دنیا هم چی شد؟ کامیاب شد. در اون دنیا هم کامیاب شد. پیغمبر علیه السلام میگه بلال تو کدام کاری را میکنی؟ در جنت تو را دیدم از ما پیش میرفتی. صحیح؟ ای بشارت جنت که است چیز در دنیا برش داده شده. ابوبکر فی الجنت، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، حمزه عبدالرحمن فی الجنه، سعد فی الجنه. اینمی که است چیز کلشون در دنیا بشارت چی داده شد؟ جنت. خیرم دنیا خوب شد هم چی؟ آخرت. این تو رای نمیستن کسی که با این تعلق بگیرم دنیایش خوب میشه هم آخرتش چی میشه؟ خوب میشه. صحیح؟ حکم از این چی هستند؟ به این قدر اندازه که 24 ساعت خود در زیر فرامین الله و پیغمبرش تیر کنی فرض عین است. هر کسی باید این قدر بفهمه که حرام است حلال است، این سنت است بدعت است، این قدر باید بفهمه. صحیح؟ و یک است تخصصی استن. تخصصی اولا بتم زیده فلان کتاب ما دیدیم، فلان کتاب خواندیم. و تخصصی که است فرض کفایتا، فرض کفایی است. در منطقه تان یک عالمی باشد که در رابطه با احادیث فقه الدین مردم فهمانده میتاند، اینمی گردن تمام همون مردم چی هستند؟ خلاص است. چند نوع شد؟ فرض عین است و فرض کفایی است. اجمالی خواندنش فرض عین است، تفصیلی خواندنش چی هستند؟ فرض کفایی است. بعد از او استمداد ای از گرفته می شود از چی؟ استمداد علم که است اقوال النبی و افعالی و تقریراتی و صفاتی. 4 چیز که است از این کمک می گیرد. در این علم از 4 چیز کمک گرفته می شود. اقوال پیغمبر است، کردار پیغمبر است، تقریر پیغمبر پیش روی پیغمبر علیه السلام چیزی شده باشد انکار نکرده باشد. و دیگم که صفات پیغمبر است، صفات پیغمبر، صفات خلقیهشان و صفات خلقیهشان. صفات خلقیه اونمو را میگه، اونمو عبارت از اونمو صفات. بینی رسول الله چه قسمی بودن؟ کان اقن الانف، بلند بینی داشتن رسول الله. صحیح؟ روی پیغمبر علیه السلام چه قسمی بودن؟ کان وجهه کالقمر، مانند ماهتاب واره مدور بود و روشان بودن. صحیح؟ کان عظیم الکرادیس، اونمو بندایشان کلان کلان بودن در دستا و در پا. چرا؟ مرد که است چی هستن؟ دستش در او زیبا معلوم میشه که بندایش کلان کلان باشه. صحیح؟ اگر این طور که است خرد کرکا داشته باشد بازو بد معلوم میشه. صحیح؟ خیر نمی که است
صفات خلقیش بودن. دیگه صفات خلقی، صفات خلقی اخلاق رسول الله. از عایشه رضی الله تعالی عنها پرسان شد اخلاق رسول الله چی بودن؟ گفت کان خلق القرآن، اخلاقش قرآن بوده. کدام آیتی که در قرآن کریم آمده اولین عامل سر ازو کی هستن؟ رسول الله است. صحیح. خیر دیگه که است پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انس رضی الله تعالی عنہ میگه خدمت النبی 10 سنین، 10 سال خدمت پیغمبر کردم. صحیح. ای فما سمعته، ای نشنیدیم از پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که برای ما گفته باشه لما فعلت، چرا این کار کردی؟ لما لم تفعل، چرا این کار نکردی؟ صحیح. ما ضربنی ولا قهرنی، نه که مرا زده نه که مرا چی کرده رنجان ده قهر شده. 10 سال ضرور کسته ای میشه، اما که رسول الله این کار نکرده. ایران پرسان نکرده که چرا می کار نکرده ای؟ یک روز که است انس رضی الله تعالی عنہ میگه مرا روان کرد، گفت پیش فلان برو. ما در اونجا بچه ها را دیدم که بازی میکنم، من امرایش مصروف شدم. انتظار که رسول الله عالی بروم اونجا زیاد وقت تیر کردیم که رسول الله آمد. رسول الله که است آمد آیسته پت آمد، آیسته از می گوشا گرفت. یا ذل اذنین، ای صاحب دو گوش. ایره برام نگفتن که چرا ناوقت کردی، چرا نرفتی، چرا پس جواب ناوردی. نه اینقدر گفتن یا ذل اذنین صاحب دو گوش. ای گوشا خو به خاطر عزیز کی گپ بشنوی، تو خو گپ نشنیدی. دیگه که است چیزی را نگفت. دیگه چیزی را ما شما که بیدیم خو یک دوسی لغت خو ضرور که است بارش میکردیم. صحیح. اما نه بد کلامی کد برش، نه زشت گفت، هیچ چیزی که است نگفتن. یا ذل اذنین، ای صاحب دو گوش. ای گوشا خو به خاطر عزیز کی گپ بشنوی، تو چطور نشنیدی؟ صحیح. این همی قدر که است چی کردن گفت. خیر ای اخلاقش بودن اخلاقش. دیگه که است فضله، ای فضل از علم. فضل علم اقدر در تمام علوم که است فضیلت دارد. اینا یک چند فضیلتش براتون میگیم دیگه که است بس است. یک فضیلتشی هستن سبب دعاء النبی، سبب دعای پیغمبر علیه السلام است. سبب دعای چی هستن؟ پیغمبر علیه السلام است. الله دعای رسول الله را در حق ما و شما قبول بکنه. صحیح. رسول الله چطور گفت؟ ندار الله امرأ، الله تر و تازه داشته باشد او مردی را، الله تر و تازه داشته باشد او شخصی را، سمع مقالتی که سخن مرا بشنود، فوعاها او را یاد کند، ثم اداها کما سمع به مردم برساند مثلی که شنیده. مثلی که چی کرده؟ شنیده. ای شما باور بکنی پیغمبر گفته که الله تر و تازه داشته باشد. محدثین ببینین. صحیح. محدثین ببینین. یک استاد از ما بودن که از 90 سال عمرش زیاد گذشته بودن. رویش که سعی میکردی تو میگی که این بچه هستن. صحیح. رویش همونطور تازه. چرا دعای پیغمبر علیه السلام. این تمام محدثین عکسایشان سعی کنید. عکسایشان که میبینید رویش از جوان هستن. چرا که چی گفته؟ پیغمبر برش دعا کرده. در این دنیا هم برش دعا کرده تر و تازه داشته باشه رویش. در آخرت هم که دعا در حقش قبول است. هیچ نوع که تیرگی سرش نمیاد. تیرگی سرش نمیاد. خیر یک. دوم هم هستن الحشر مع العلماء. در این زیاد نه. 40 حدیثه که است یاد کنی. چند حدیثه؟ 40 حدیث. در روز قیامت امرای فقها و علما حشر میشه. صحیح. دیگر چیزی را که یاد کنی، صرف نحو کلش یاد کنی، امرای علما حشر نمیشه. صحیح. خود 40 حدیثه که شما یاد کنی در روز قیامت امرای چیز؟ فقها حشر میشه. فقها. صحیح. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی. چرا این فضیلتی علم است. فضیلتی چی هستن؟ 40 حدیث از امام نووی الاربعین نووی هستن. اونم را یاد کنی. صحیح. یا الاربعین که است از عبدالقادر رهاوی هستن. اونم را یاد کنی. کوتاه احادیث است. یک کسی عالم دیگه است احادیث حفظ که چی میکنه؟ احادیث الحفظ در اینترنت که در گوگل پیدا میشه. 100 حدیث است بسیار کوتاه. یعنی 100 حدیثش شما ما ضمانت میکنم که شما در 2 روز یاد میکنید. 100 حدیث صحیح بخاری و مسلم در 2 روز. صحیح؟ اونم است. این را یاد کنید. میگه سبب شفاعت نبی، پیغمبر علیه السلام شفاعت میکنه در روز قیامت با محدثین. اوصى النبی فی اهل الحدیث، به اهل مدینه وصیت کرد. گفت از دور مردم میآید از شما حدیث میگیرد،
خیر شما را وصیت میکنم در رابطه با آنانی که به خاطر حدیث میآیند. در ابن ماجه در کتاب العلم که است چیز میآید دیگه که استن الفرقه الناجیه، فرقه ناجیه استن. پیغمبر علیه السلام میگه امت میشود 72 گروه، 73 گروه، یک گروهش که است در جنت است، دیگه کلشان در جهنم هستند. امام احمد بن حنبل گفت قیل من هم، کسی به امام احمد گفتن یا کی هستند؟ گفت هم اهل الحدیث، ای علمای حدیث است که حدیث میخوانه، حدیث یاد میگیره، حدیث شاگردی میکنه، حدیث استادش از اینمی هستند. صحیح؟ ای گفتن اگه یا نباشه فمن هم، خیر کی هستن یا خیر چیست کی هستن یا دیگه که استن وصف النبی ایمانهم، پیغمبر علیه السلام توصیف ایمانی از یارا کرده که یا اینطور ایمانی دارد لا یخافون لومة لائم، که از ملامت کنندگان هیچ خوف و هراسی ندارد. دیگه که استنی هستن که اولا الناس بالنبی، اولا الناس بالنبی، نزدیکترین مردم در روز قیامت به پیغمبر است. چرا در حدیث میاد کسی سوال کرد از رسول الله من اولا الناس بک یوم القیامه، کی هستند که نزدیک به تو باشد در روز قیامت؟ قال اکثرهم علی صلاة، کسی که به من زیاد درود میگه. امام احمد بن حنبل میگه در یک حلقه درس تو بشین تا آخر درس 50 دفعه نام پیغمبر علیه السلام ذکر میشه، 50 دفعه میگه صلی الله علیه و سلم. فقها که است خود ذکر نمیشه نام پیغمبر، در اونجا نام پیغمبر چی میکنه؟ خو نکاحی تو را سو تو را سینه ذکر کردیم. صحیح؟ صرفی ها که است که ما در صرف ذکر کردیم که صلی الله علیه و سلم. صحیح؟ نحوی ها همچنان، مفسرین همچنان، اونمو که است چیز علمای بلاغت و عربیت همچنان. این تنها محدثین است که صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم یا نزدیکترین مردم به پیغمبر علیه السلام در روز قیامت است. دیگه که است امنا و دین، یا امینای دین است. امینای دین فقه گرفته می شود از حدیث گرفته می شود، یک مرجع اساسیش حدیث است. دین ما و شما که است یک مرجع اساسیش چی هستن؟ حدیث است. و این حدیث برای ما و شما کی آورده؟ محدثین آورده. خیر محدثین ما سرش باور و اعتماد داریم، امنای ای دین هستن، مردم امین چی هستن؟ ای دین است. دیگه که هستن حمات الدین، حامیای دین هستن. حامیای دین، ای دین برای ما کی محفوظ کرده؟ اینمی محدثین. اگر امیا نمی بودن به خاطر یک حدیث یک ماه سفر، صحیح ای کی کرده؟ اونمو سختی گرمی، اونمو سختی سفر، گرسنگی گشنگی، ای کلش کسی تیر کرده. به خاطر چی تیر کرده؟ به خاطر ازی که اینمی را حفظ بکنه. چی کند؟ حفظ بکنه. اگر امو محدثین نمی بود امروز که است چیز مانند مسیحی ها و هیچ چیزی ما معلوم نمی بود. از مسیحی پرسان که رسول الله چه قسمی، عیسی علیه السلام چه قسمی چی میخورد؟ نه نمیخورد، نمیفهم. از یهودی ها پرسان که موسی علیه السلام چه قسمی ازدواج کرده بود، در مجلس چه قسمی میششت، هیچ چیزی شاید نداره. از دین ما و شما که است تا استنجای شاید داریم. چرا؟ اینمی علما خاری کرده جمع کرده، هیچ چیزیش نگذاشته برای ما و شما جمع کرده. به خاطر ازی ایرا حمات الدین میگه حامیای دین هستن. حامیای دین، کسی که حامی دین باشد خیر بهتر است. دیگه ورثت النبی، وارثای اصیل پیغمبر است. وارثای چی هستند؟ پیغمبر است. دیگه ای هستند خیر الناس علی وجه الارض، بهترین انسان ها در روی زمین است. بهترین انسان ها در روی زمین. اینمی که هستند چیشان است؟ فضایلشان است. فضایل چیشان هستند؟ فضایلشان است. آداب علم دو سی چار آداب براتون میگیم، خوب صحیح زود براتون میگیم یاد بگیری. آدابش از در علم که برآمدی چند چیزه که است فراموش نکنی. الاخلاص و دو روزم براتون گفتم، اول ابتدایش که است اخلاص است. ایرا به خاطر جاه و سند و مال و پیسه و به این خاطر نخوانید، به خاطر خاص به خاطر رضای الله بخوانید که اونمو فوایدش چی هستن براتون داده شود. دیگه دوم کارشی هستن رفع الجهل. ما میخوایم این حدیث یاد بگیرم، از خودم هم جهالت دور بکنم، از اطرافی هایم هم جهالت دور بکنم. چقدر مردمی که متعلقین ماست جهالت از وارا چی کنم؟ دور کنم. خواهو نشو بچه ایز درس که زبا منظری همو لالو که میکنه این نمیتور هستم. خب سی خواهمه خیر ببینی استاد این آمد سرم. خواهو نکنیم. سوم که است دفاع عن شریعت، دفاع از شریعت است.
دفاع از چی هستن؟ مردم که است فرهنگ مزخرف خود یاد میگیره از او دفاع میکنه. شما فرهنگ اصیل دین اسلامی وحی الهی را یاد میگیری، از او دفاع میکنی. از او چی میکنی؟ دفاع میکنی. یک حدیث به تمام دنیا نمیتم. صحیح، اگر من تکه تکه شوم، خو یک حدیث که است تنزل نمیکنم. از عمر رضی الله تعالی عنه در میمانی شام رفته بودند، اونجا کلانا بودن از یهود و نصارا و از مشرکین آمده بودند در میمانی. از عمر رضی الله تعالی عنه یک لقمه افتید، او را پس کسته گرفت، اینطور پاکش کرد خورد. عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه در پهلویش بود، اینطور پوچقش کرد، گفت خیر از یک لقمه هستن یا نگوید که چقدر گشنه هستن، یک لقمه هم در زمین نمیمانه. گفتن فهمیدم که تو مرا اشاره کردی، قسم به ذات الله سنت پیغمبر ماست، به خاطر سگا که است سنت پیغمبر خود ترک نمیکنم. یو چی است؟ صحیح است؟ ما به خاطر از یا سنت رسول الله را که است چی نمیکنم، ترک نمیکنم. هر چیزی که میگه بگوید. از همه که است بالاتر چی هستن؟ پیغمبر ماست. اونمو بالاترین که است چیز ادب و بالاترین فرهنگ رسول الله هستن که بنا به وحی هستن. این چی هستن که یا هستن؟ صحیح است؟ خیر به این خاطر که است او را گفتن نه من این کارو نمیکنم، به خاطر از یا ما سنت ترک نمیکنم. هر چیزی که میگه بگوید. صحیح است؟ سوار بودم راه غلام خود، نوبت غلام شد، غلام سوار کرد، خودش پایین شد، از اونمون شطور گرفت کشکده میره. عمرو بن عاص پیش روش که آمد گفتن چی میکنی؟ گفتن نوبت کده بودیم، خالی نوبت غلام ماست، نوبت از اوستان، آلی او سوار است، ما نوبت ماست کشش میکنیم. گفت ولی از خدایی را نکن که اونجا مردم نبینه که ایرا امیرالمومنین ببین غلام خدا سوار کرده کشش میکنه. گفتی نوبت است، ما در زمان رسول الله میطور میکردیم، در کسی گپایش نیستیم، خنده میکنه، هر چیزی که میگه بگوید. صحیح، این دین ماستن، دین به خاطر زیاد تحریف نمیکنیم. دیگر رحابت الصدر، فکرتان باشه دی اساس است. رحابت الصدر پیش میخواندیم یک مذهب، او در کتابای فقهی است. یک مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طور میگه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طور میگه، یگام جا دو سه مذهب نقل میکردیم. حالی در اینجا که است 5 مذهب، 6 مذهب، 12 مذهب، اینمی که است چی میکنیم؟ نقل میکنیم. سینه تان فراخ باشه، کلشان که است چیز نور چشم ماست، کلشان علمای دین ماست، با کلشان احترام داریم. با کلشان چی داریم؟ یکیشان هم بیادبی نکنید. آنمو که میگه که لحوم العلماء مسمومه، گوشت علما که است زهر آلوده است، در هر کدامش که است دان بزنی میکشه. چی میکنه؟ از ایمان خلاص میشی، از علم خلاص میشی، از خیر خلاص میشی، از برکت خلاص میشی. نه، با هیچ کسی ما دشمنی نداریم. هر کلشان که است چی هستن؟ از علمای دینی ماستن. علمای چیش ماستن؟ دین ماست. خیر سینه ما فراخ است، به هیچ کسی بغض نداریم، به هیچ کسی بغض. اگر در اینجا گفته شدی قول راجح هست، این قول راجح هست و قول مرجوح هست، شما نگویی که چرا کسته اینطور گفت استاد. صحیح، چرا رحابت صدر داشته باشی. العمل بالعلم، عمل میکنی با علم. هر حدیثی را که میخوانی با عمل. دیگه که است دعوت الی الله، دعوت به طرف الله میتی، ایرا که خواندی خود دین میفهمی، که دین میفهمی مردم به دین دعوت میدی. دیگه الحکمت و حکمت را در رعایت میکنی. طور حکمت نیستن که جایی که برسه سنت بیان نمیکنه، میگه این مردم قهر میشه، حکمت دایی نیست. او را حکمت نمیگه. حکمت نمیره، میگه که اول عقیدهشان خراب است، تو را فلیتین برش نشان نتی، اول عقیدهش جور کو. صحیح، بعد از او که است سنت برش نشان بتی، اول عقیده را جور کو. مردم در چی فکر هستن، تو در چی هستی، مسواکی تو هستن، مسواکی تو هست. جنگ با چی بودن؟ جنگ با تاتاریا بودن، چنگیزی و جنگ بودن. این مناظره بودن که مسواک طولش چقدر باشد. صحیح، طولش چقدر باشد. یک مناظره گرم بودن مردم. او گفتن رسیدن و بیادر کافرها در اینجا رسیدن، گفتن بانی ما را که مناظره خلاص شد. در سر یک سوزن چند ملک استاد شده میتانند؟ خیر 150 ملک استاد شده میتانه. چی میکنی؟ صحیح، اینا در جانشان که رسیدن کلشان که حلقه آویز کردن. گفت مسواک که است اینمی قدر است. صحیح، و یک سوزن که است قدر ملائکه در سرش استاد میشه. صحیح، او بیادر او را چی میکنی؟ اصل دین ماندن. مردم میگفتیم جهاد کنید، اقلا شما خو عقب نشینی کرده میتونستی. در یک روز که است 5000 عالمشه که است حلقه آویز کردن. صحیح، گفتن کسایی که خواب آلوده باشد اینطور که است در دنیا باز دست خواب بخیزه. صحیح،
اینطور هستن. اینطور حکمت اینمی را میگم. دیگه که از صبر و این علمی هستن که صبر کار دارد، سختی دارد، ای گرمی از دور آمده صبر کار دارد. دیگه الحرص و اینقدر حریص باشه یک نقطه هم که نفهمیدی اونمو را که سیاد کنی. دیگه از ثبات و ثبات هستن، ثبات فرار نکنی. زیست دیگه البکور و وقت بیوا. زیست در هر وقتی که در حلقه درس می در اول حلقه بشنید، وقتر بیاید، 5 دقیقه وقتر بیاید. اینمی کسی چی هستن؟ از آدابشان است. از چیشان است؟ از آدابشان است. چقدر وقت مونده قدسی؟ 20 دقیقه که مانده اینا بگیرید. الاسباب المعینه، در این علم کدام اسبابی هستند که کمک میکنند با شما که زود یاد بگیرید، نتیجه خوب بگیرید؟ یکیشی هستند التقوا، تقوا و پرهیزگاری هستند. به خاطر از این علم دین و علم حدیث به کسایی که فسق و فجور میکنند، گناه میکنند، اول برش داده نمیشود. اگر داده شود خیر نمیبیند. چی نمیبیند؟ خیر نمیبیند. او کسی که از تو میخواند بازو خیر نمیبیند، از او خیر نمیبیند. شما باور بکنید این درستن که زیست در ازهر شما ببینید محدثینشانه ریش تراش کردگی برود کسته اینطور هستن، همون نکتایی هم هستن، بخاری را درس میتن. نه در شاگردش خیر است، نه در استازش خیر است، نه که گوش میکنی هیچ مزه ندارد. این طرف علمای مدینه را ببینی، از مکه را ببینی، رینمی قدر ریشا که میخواند اثر دارد. که میخواند اثر دارد، او هیچ اثر ندارد، مثل که قصه کسی دیگر را میکنه. میفهمی گپا؟ خیر بایی هستن. اول التقوا، تقوا پرهیزگاری. دوم الاستمرار و ادامه بتی. گفتن یک دوره مشکات خواندیم بس است. مشکات که خواندی بخاری را بخوان، بخاری را که خواندی مسلم را بخوان، ترمذی را بخوان، ابی داود را بخوان. خیر ادامه بتی، ادامه استمرار است. دیگه الحفظ و تا یک جا که است از حفظ هم کار بگیری. دیگه کاری که میکنی ملازمت العلماء، با ضرور با یک عالم در ارتباط باشی. ضرور که حتی در حالتی که درس میکنیم یک عالم از خودتان که کلانتر باشد با او در ارتباط باشی. کدام جایی که مشکل براتان پیدا شد زود در واتساپ پیام کنی برش، نمی استاد نمی مشکل رو بروش رو میره چطور کنیم حل میشه. بازی نمی جمع شده یک وقت میبینی که میگه شیخ القرآن و الحدیث است، اینه کسی چیز میشه. دیگه الدعا از الله میخواید، از الله میخواید، الله که بخواید میته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگفتن من در یک آیت 70 تفسیر میبینم، باز که نمیفهمم میریم در اون مساجد مخروبه، مساجدی که در اونجا مردم نماز نمیخوانه، در اونجا میرم روی خود در زمین میمالم الله چرا من نمیفهمم، چرا من نمیفهمم. این میره بعد از او که است بشینم اونم الله برام الهام میکنه، فوراً که است وقت حل میشه. ما شما 4-5 تفسیر سعی نمیکنید. باز میگیم که چی هستن؟ نوشته کنی جامع المعقول و المنقول وحید الدهر و فلان و فلان، یک القاب که است یک رکو میشه. شامل میشود، شامل. این خو الله با پیغمبر نشان داده که نمی دعا را بخوان. خیر هر چیز که است زیادتش مفسد است. هر چیز زیاد شود فساد به بار میاره. مال که زیاد شود خوب نیست، اولاد که زیاد شود خوب نیست، دارایی که زیاد شود خوب نیست، عمر که زیاد شود خوب نیست. خوب علم که زیاد شود خوب است، چقدر که زیاد میشه تو را پایین میبرد، چقدر که زیاد میشه تو کمینی میه، در تو وقار میه، در تو عزت میه، قرب الله میه، قرب پیش مردم میه. اینمی که است چیز به این خاطر الله با پیغمبرش نگفته که اینطور بگو که مال مرا زیاد بود، برش گفته قل رب زدنی علما، الله علم مرا زیاد کو. علم جوهر است، چقدر که زیاد باشد خوب است، چقدر که زیاد باشه چی هستن خوب است. و این هر وقت سوال کنی. دیگه قیام اللیل، تهجد بکنی، تهجد مطالعه در مو وقت بکنی. خوب مطالعه مو وقت هستن که شما به تهجد بخیزید، چقدر که الله میسر کرده به نماز بخونید، بعد از او کتاب ببینید. دیگه کسته ای هستن که احترام و متعلقات العلمی، متعلقات علم احترام بکنید.
در کدام جایی که درس خوانده او را احترام بکنی، کتاب احترام بکنی. همون کتابچه که شما در اون نوشته میکنی از یکشون گرفته اون طرف نپرتی، زیست به احترامیش نکنی. از اونمون که کسایی که براتون نمی علم مهیا میکنه، آماده میکنه، مدیر است، اونمون که چیش است، عملیش است، واره احترام بکنی. چرا سر شما احسان دارد. هر چیزی که هستم بالاست پایین است ما گپش نمیزنیم. خود سر شما احسان دارد، اینمی زمینه را براتون برابر میکنه. صحیح؟ یگام وقت استادتان است احترام بکنید. صحیح؟ خیر نمی که است متعلقات علم است. از علم خیر میبینی. از علم چی میبینی؟ خیر میبینی. دیگه تعظیم سنت، عظمت سنت است. سنت با هیچ چیزی برابر نکنی، حدیث با هیچ چیزی برابر نکنی. گپی کسی دیگه باشه، گپی هر کسی که باشد. صحیح؟ ای چقدر در مقابلش ما قیمت میتیم با حدیث برابر نکنی. موانع علم است. ای خو اسباب معینه بود که با شما کمک میکنه. کدام چیزهایی هستند که مانع علم حدیث واقع میشه؟ یکیشی هستند الحسد و حسد است. صحیح؟ حسد مانع علمی چی میشود؟ حدیث میشود. کسی که حسد داشته باشد او علم حدیث یاد گرفته نمیتونه. دیگه الکبر و متکبر است. متکبر صحیح؟ الله که استبرش نمیتا، نه علم قرآن نه علم سنت. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، میگردانم از فهم آیات خود کسایی که کبر و تکبر میکنه. صحیح؟ نمیتون برش، چون که یہ علمی چی نیستن؟ کبر نیستن. یہ علم تواضع استن. از کسی که نقل شده او کبر نداشتن. صحیح؟ دیگه کار کدامش است؟ التصدر قبل التأهل. التصدر قبل التأهل، پیش از اهل شدنش صدارت و چوکی گرفتن. حدیث نمیفهمی 6 تا محدث شده ای. صحیح؟ ای به مردم حدیث بیان میکنی، این کار درست نیستن، بخوان بعد از او که است چیکو شروع کو. یا می هستن که من خو یک کتاب خواندم دیگه درس مرس اعلام میکنم، در اونجا یک وظیفه برم پیدا شده. صحیح؟ او بچه وظیفه هر وقت پیدا میشه، خوی درس خواندن پیدا نمیشه. درس خواندن چی نمیشه؟ پیدا نمیشه. شما باور بکنی کسایی که مجرد است برای از او کسی یک چانس طلایی سالی نمیفهمه که میزان چی است، اولاد چی است، خانه چی است، این چیزا را نمیفهمه. او که متأهل شد باز اینمی 150 مصیبت پیدا میشه. 150 مصیبت چی میشه؟ پیدا میشه. باز علم کرده نمیتونی. زیاد که ماهر باشد، اینقدر حریص باشد که میتواند خود در پیش رویش 150 موانی. میفهمی که و پیش که بودی هیچ مانی نبودن. امیالی مصارف تانه کلش پدر میته، برادر میته، تشکریم از پیشتان میکنه. متأهل که شدی میگه تو میفهمی دندانه پیدا که برش 1000 جا که میکنی. صحیح؟ خیر به این خاطر میگه تصدر قبل التعامل، صدارت نگیرید پیش از اهل شدنش، چوکی موکی را نگیرید. خیر است. مهارت اسلامی ادامه دارد. وقتی که فارغ شدی خوب صحیح باز یکم چوکی را کسی چی کنی؟ بگیری. دیگه غفلت و غفلت است. کتاب نمیخوانند، کتاب نمیاره، قلم ندارد، اونمون کتاب چه ندارد. صحیح؟ در این جمع نمیخواند، در خانم نمیخواند، همون میایه میره. صحیح؟ الله علم نافع نصیب ما بگردان. آمین. دیگه کمپل کش کن. صحیح؟ هیچ وقت ملا نمیشه، هیچ وقت کسی عالم نمیشه. کثرت الراحت والاکل، زیاد راحت میخواد. صحیح؟ توشکی باید خوب باشد، پاکه باید باشد، ار کندیشن باید باشد و سهولت باید باشد، موتر باید باشد، پیاده کی میره. صحیح؟ اینمی هستن والاکل مختلف قسمه که چیز خورده برو، خوب از سیر کو. خدا که خوب صحیح سیر کردی دیگه خواب میبره، دیگه علم نمیشه. صحیح؟ نه خواندن است نه کسی چیز یاد گرفتن. صحیح؟ یه از مانعش است. الاستهزاء بمتعلقات العلم، استهزاء کردن با متعلقات علم است، با متعلقات علم. صحیح؟ دیگه که است التقلید و تقلید است. تقلیدی معنی هستند هیچ ما دلیل ملیلی را کار ندارم، هر چیزی که همیا گفتن دیگه چی کنیم. صحیح؟ خیر نمیتونه. نه ما میگیم در این مسئله صحیح امام صاحب گفته دلیلش از کجا کنم؟ باید برای ازو دلیل پیدا کنم. پیش ازو خود دلیل بوده، خب باید پیش امام دلیل باشه. اینمی پیدا کردن از کجاست؟ اینمی را که علم میگه. گرفته تانستی؟
حکم انکار حدیث یا کفر است یا گمراهی است. اگر از تمام احادیث انکار میکنه کافر میشه، اگر از بعضشان انکار میکنه گمراه میشه. چی میشود؟ گمراه میشود. گمراه. تا اینجا که است چیز انشالله بس است و بعدا انشالله که است درسای بعدی مؤلفش کوتاه معرفی میکنیم، خطبه را میخوانیم، در اصل کتاب میرسیم انشالله. بس است.